سلام، این نوار ما علمی نیست. تنها یک پیشنهاد ساده از روی نظریه اینشتین است. تصور کنید یک روز از خواب بیدار می شوید و در میابید که دنیای اطرافتان کاملا تاریک شده است. نه رخت خوابتان هست و نه اتاقتان و حتی آفتاب هم نیست. تمام آنچه بود حالا دیگر نیست و تنها شما ماندید و یک فضای تاریک و سیاه که در آن شناور هستید. حالا یک سوالی مهم است. لطفاً قبل از پاسخ دادن 1 دقیقه درباره آن فکر کنید. شما شروع به حرکت میکنید، اما از کجا میتوانید بفهمید آیا اصلاً حرکت میکنید یا نه؟ شاید کمی این سوال گران کننده به نظر برسد، اما فقط تصور کنید، چون پاسخ خیلی ساده است. شما هیچ وقت نمیتوانید بفهمید، به هیچ روش نمیتوانید بفهمید آیا در حال دور زدن میشوید یا نزدیک، آیا میروید یا میآیید. خب این یک سوال نسبتاً ساده. تصور کنید در همان فضای تاریکی که هستید، رخت خوابتان هم کنارتان است، ولی کنارتان زیاد نمیماند و دور می شود. شما به خوبی می بینید که رخت خوابتان در حال دور شدن است، اما صبر کنید. از کجا معلوم است که شما از رخت خوابتان در حال دور شدن نیستید؟ چطور می توانید مطمئن شوید؟ پاسخ سوال دوم هم خیلی ساده است. به هیچ طریقی نمی توانید بفهمید. اما چرا؟ این سوال ها دقیقاً آزمایش های ذهنی آلبرت اینشتین بودند. مردی که دنیای فیزیک را قبل از او و بعد از او می شناسند و به آزمایش های ذهنیش مشهور است. همانطوری که در ابتدای این نوار شنیدید، اینجا صنفخانه یا فن فیزیک نیست. قرار هم نیست زندگی نامه آلبرت اینشتین را ما برای شما پیشنهاد کنیم. ما در این نوار می خواهیم یک بار برای همیشه به کمک نظریه نسبی اینشتین پی ببریم چطور می توانیم خیلی آسان به کمک قانون‌های عالم هستی ثروتمند شویم. امرسون، فیلسوف و نویسنده بسیار مشهور آمریکایی، میگوید در حیرتم چطور مردم واژه به نام شانس را اختراع کردند وقتی دنیا بر پای قانون‌های استوار است. شنیدید؟ بله، او درست میگوید. فهمیدید؟ یعنی همسایه میلیاردر شما به خاطر شانس خوبش میلیاردر نشده است، بلکه به کمک قانون‌های هستی به چنین شرایطی دست پیدا کرده. به زبان ساده تر گویم، اگر شما هم می توانید از قانون‌ها استفاده کنید، آنها هم خدمتگزار شما خواهند بود. مطمئن باشید، چون این نظریه است. شما در این نوار یاد میگیرید که اصلا نظریه نسبیت اینشتین چیست و به چه دردی میخورد. میزان درآمد شما چه ارتباطی با نظریه نسبیت اینشتین دارد و چه طور می توانید از نظریه نسبیت اینشتین کمک بگیرید و به آسانی پیروی از قانون‌های از قبل جای داشته عالم هستی هر مقدار درآمدی را که دوست می دارید. دقت کنید، دوست می دارید، نه اینکه می توانید به دست آورید. با یک تمرین ساده اما فوق‌العاده مؤثر یاد بگیرید چطور هر سال درآمدتان را 5% برابر کنید و یا از آن گذرید. این نوار برای تمام افرادی که میخواهند بدانند درآمدشان چطور افزایش پیدا میکند و چطور کاهش پیدا میکند آماده شده و شامل راهکارهای برای افزایش درآمدتان به هر شکلی که دوست می‌دارید هست. لطفاً دقت کنید. شما در این نوار چیزی راجع به سخت تلاش کردن، بهره‌وری، نفوذ، کلام و غیره نمی‌فهمید. فقط و فقط قرار است یاد بگیرید چطور پول، ثروت، رابطه خوب، شادی و غیره را به آسانی با پیروی از قانون‌های عالم هستی وارد زندگیتان کنید. نظریه نسبت اینشتین خیلی آسان شما را ثروتمند می‌کند. خوب برای شروع برگردیم به سوال‌هایی که ابتدای نوار شنیدید. چه نتیجه گیری از آنها کردید؟ شاید کمی سخت باشد، اما آلبرت اینشتین این کار را انجام داد.
اون نتیجه گرفت اصلاً چیز به نام واقعیتی محض نمیتواند وجود داشته باشد. هر آنچه در اطرافتان میبینید نسبی هستند. چند مثال ساده. دوستتان آدم خوبی است. برای شما آدم خوبی است، شاید برای یک نفر دیگر آدم چندان خوبی نباشد. آیا کشتن حیوانات گناه محسوب می شود؟ اگر یک شیر بخواهد به شما و خانواده‌تان حمله کند چی؟ شما خیلی آهسته رانندگی میکنید؟ شاید اتومبیل‌های کنارتان خیلی تیز رانندگی میکنند. اینشتین یک بار برای همیشه ثابت کرد هیچ چیز در این دنیا قطعی و حقیقتی محض نیست. هر آنچه را که از دنیای اطرافتان میبینید، میشنوید و درک و تحلیل میکنید مستقیما با طرز فکری شما، محیط و شرایط اطرافتان دارد. خوب، برایتان سوال پیش آمد، به این چه ربطی به درآمدتان داشت؟ ارتباط میان درآمد شما و نظریه نسبیتی اینشتین به سادگی فرموله زیر است. درآمد شما نه کم است و نه زیاد. فقط و فقط نسبتی مستقیم با نیاز واقعی شما دارد. یعنی خوب دقت کنید، درآمد شما نه کم است و نه زیاد. فقط و فقط نسبت مستقیم با نیاز واقعی شما دارد. درآمد شما هیچ وقت کم یا زیاد نیست. این شما هستید که تعیین میکنید کم است یا زیاد. درآمد شما اگر از یک مقدار این نیاز واقعیتان کمتر باشد، شما هر کاری میکنید تا به مقداری موردی نظر افزایش پیدا کند. درآمد شما اگر از یک مقداری یعنی نیازی واقعی بیشتر باشد، خیلی زود آن را خرج میکنید و تماما آن را از دست میدهید. این یک تمرین بسیار ساده. همین حالا یک لیست یا کاغذ سفید گیرید و بر روی آن مقداری درآمد را که دوست می‌دارید داشته باشید بنویسید. خیلی باید دقت کنید، زیرا اکثر وقتا بسیاری مردم درآمدی را بر روی کاغذشان می‌نویسند که می‌دانند در توانشان است به دست بیاورند. این اشتباه است. حداقل برای این تمرین شما باید درآمدی را که دوست می‌دارید داشته باشید بر روی کاغذ بنویسید. مهم نیست چه طور قرار است آن را به دست آورید، فقط بنویسید. بعد از این که آن را بر روی کاغذ نوشتید، با ریزترین با خردترین مسئله های جزئی زیر همان عدد را بنویسید که چطور در طول یک ماه درآمدتان را خرج میکنید، پس انداز میکنید و یا هر کار دیگری. تمام آنچه را که می نویسید با میده ترین جزئیات باید بنویسید. وقتی نوشتید و تمام شد، کافی است به مدت 21 روز هر روز 2 نوبت قبل از خواب و بعد از بیدار شدن بخوانید. این تفسیر ناپلیون هیل، نویسنده کتاب مشهور بیاندیشید و ثروتمند شوید نیز هم هست. او هم در کتابش این را تاکید کرده است. اما اصلا جریان از چه قرار است؟ ذهن انسان به پیاپی به دنبال رفع نیازهای فرد است، نه بیشتر نه کمتر. نیاز شما اگر یک لباس گرم باشد، مطمئن باشد ذهن شما حتما راه برای پیدا کردن یک لباس گرم پیدا میکند. و اگر نیاز شما داشتن یک ماشین زیبا باشد، بدون شک ذهن شما این نیاز را هم پاسخ خواهد داد. چه حال داری؟ هیچ کس تا حال نتوانسته درکت کند چه طور هستی؟ اما مهم نیست. شما برای روشن کردن یک اتاق به وسیله برق و یک لامپ نیاز دارید. مهندس برق بودنتان شرط نیست. کافی است بینید لامپ را باید درون سرپیچ قرار دهید تا اتاقتان روشن شود. این توصیه نیز دقیقاً به همین شکل است. شما با خواندن کاغذی که بر روی آن درآمد و شرح و شکل خرج کردن پولتان را نوشتید، ذهن شما سپارش میگیرد، شروع میکند به باور کردن به اینکه شما نیازتان بیشتر است، چون هر روز آن را مرور میکنید و سعی میکنید بهترین راهی را که شما را به نیازتان میرساند پیدا کنید. باوریش به نظر دشوار و سخت می نماید. تنها کافی است فقط یک بار این پیشنهاد آلبرت اینشتین را
امتحان کند. باور داریم که پس از دیدن این نوار حتما تصمیم میگیرید و مسیر زندگی خود را دیگر میکند. با دیگر نوارهای مرکزی خیرات بماند.